سلام دوستان عزیز، با من مهری صدیقی خوش آمدید به یک داستان جذاب دیگر در مورد پری زیبا. دوستان عزیز، پیش از اینکه به سفر جادویی خود آغاز کنیم لطفا لایک سابسکرایب یادتان نره و از چنل یوتیوب ما حمایت کنین. تشکر از حمایتتان. حالا میریم به سفر جادویی ما. روزگاری در جنگل‌های معلود که خورشید به سختی میتوانست از لابلای شاخچه‌ها بلند شود، پری زیبا به نام مهتاب زندگی میکرد. او پری بود که موهای از جنس نور ماه داشت و چشمایی که مانند ستاره ها می درخشید. مهتاب قدرت خاصی داشت. او میتوانست آرزوهای خوب دل انسانها را ببیند و برای تحقیق آنها تلاش کند. روزی مهتاب صدای زنی را شنید که در کنار رودخانه نشسته بود و به سختی گریه می کرد. او به آرامی نزدیک زن رفت و پرسید چرا اینقدر ناراحت هستی؟ زن با چشمان پر از اشک گفت من دختر کوچک دارم که بیمار است. هیچ دارویی نتوانسته او را خوب کند. من نمیدانم چی کار کنم. مهتاب با صدای ملایمش گفت نگران نباش، من میتوانم کمک تان کنم. او چوب جادوییش را در دست گرفت و با چشمانش در دل آرزو زن جستجو کرد. او متوجه شد که آرزوی زن این است که دخترش سالم و شاد باشد. مهتاب برای کمک به زن باید به کوه سپید می رفت، جایی که گلهای جادویی نادر رشد می کرد. اما این سفر آسان نبود. در مسیر او از میان درهای تاریک و سخت خطرناک گذشت و با اینکه مشکلات زیاد پیش رو داشت، اما مهربانی و شجاعتش او را موفق کرد. بعد از سفرهای خطرناک مهتاب به کوه سفید رسید. او گل جادویی را چید و برگشت. وقتی گل را به زن داد، نیروی جادویی گل باعث شد که دخترش سلامت باشد و شفا پیدا کند. زن با اشکهای شوق به مهتاب گفت تو فرشته زندگی ما هستی. مهتاب با لبخند پاسخ داد همه ما می توانیم نیرو و امید را به دیگران هدیه دهیم. کافی است قلب ما پاک باشد و پر از محبت. او به جنگل بازگشت و زندگی خود را ادامه داد، اما داستان او تا همیشه در دل مردم روستا باقی ماند. دوستان عزیز، اگر دوست داشتید می توانم ماجراجویی های دیگر را برایتان بگویم. دوستان عزیز، اگر از این داستان خوشت آمد لطفا لایک و سابسکرایب چینل یوتیوب ما را کنین و ازش حمایت کنین تا داستان های بعد با ما باشید. الله نگهدارتان. خداحافظ.